من به نمایندگی از همسنگرانم به عنوان یک سرباز از کوهپایه‌های بدخشان تا جاده‌های کابل که در حال نبرد با ترورستان هستیم، میخواهم یک بار دیگر در این روز تاریخی به مردم عزیزم که به ما چشم امید بستند تجدید پیمان کنم که ما تا آخرین قطره خون خود به استحکام و گسترش سنگرهایمان در سراسر افغانستان متحد هستیم و تا رسیدن به یک کشور آزاد، آباد، مترقی و برابر برای همه شهروندان افغانستان از هر دین و مذهبی، از هر جنسیت و از هر سمت و از هر قومی به مبارزه ما ادامه خواهیم داد. در پایان مجددا به روح قهرمان ملی و همه شهدا درود میفرستم و از همه مردم افغانستان و جهان میخواهم که خطر تروریسم را جدی گرفته و در حمایت از مقاومت برحق ما علیه تروریسم در کنار ما باشند. السلام علیکم و رحمت الله.